بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه علاقمندان و ارادتمندان به آستان مقدس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. به مناسبت نزدیک شدن به ایام قدیر نکاتی رو درباره این واقعه مهم تاریخی و اعتقادی خدمت شما عزیزان ارجمند ارائه میکنم تحت عنوان تجدید عهد. ابتدا مناسبه که فضای سیاسی و اجتماعی ایامی که قدیر در اون واقع شد رو مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم. مقدمتاً باید عرض بکنم که از آغاز نهضت اسلام دو جریان موازی در بین مسلمان ها شکل گرفت. به بیان دیگر تاریخ صدر اسلام صحنه رویارویی دو جریان عمیقاً متفاوت بود. دو خطی که مثل دو رود موازی از همون آغاز نهضت شکل گرفتند. این دو جریان در مدینه خودشون را آشکارتر کردند و بعد از رحلت دردناک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسیر تاریخ اسلام را رقم زدند. جریان اول جریان خالص و نابه که این جریان از متن خود نهضت اسلام و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سر برآورد. رهبری این جریان در دست خود پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود. این مکتب و این جریان تجسم حقیقت اسلام ناب محمدی، ادامه دهنده راه رسالت و حافظ ارزش‌های اصیل الهیه. این جریان نور، جریان هدایت و مسیر نجات. در مقابل این جریان دومی قرار داره که یک انحراف بنیادینه. منشأش هم نه وحی الهی بلکه نفس شیطانه. این جریان مثل یک جریان خطرناک در اسلام شکل گرفت. یک جریان انحرافی. این جریان یک مثلث شومی رو تشکیل میده. مثلثی که سه سر اضلاع اون عبارتند از شرک، یهود و نفاق. اینها نمایندگان این جریان باطل در طول تاریخ اسلام هستند و دشمنان واقعی مکتب اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام. عناصر این جریان همونطور که عرض کردم یهود، مشرکان و منافقین. اما یهود که با علم به نشانه‌های پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در اطراف مدینه حاضر شده بودند و جایگاه اصلیشون اینجا نبود. جایگاه اصلیشون در اطراف فلسطین و مصر بود. اینها اومده بودن نه برای ایمان آوردن. البته در بین اونها ممکنه افرادی هم باشن که واقعا انسانهای پاک و علاقمند به رسول خدا باشن و بر اساس آنچه که در راهنمودهای دینی خودشون داشتن منتظر ظهور پیامبر بودن، ولی شواهد نشون میده که عده زیادی از اونها برای جلوگیری از ظهور پیامبر در اینجا حاضر شده بودند. حسادت به انتقال نبوت از بنی اسرائیل به فرزندان اسماعیل علیه السلام و دنیا خواهی که با تعالیم انبیا کاملا در تضاده دلایل اصلی دشمنی سرسخت اونها با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بود. گروه دوم مشرکان بودند که مظهر اونها هم بنی امیه بود.
بعثت رسول خدا از بنی هاشم آتش حسادت تیره‌های قدرتمند قریش مثل بنی امیه و بنی مخزوم را برافروخت. ابوسفیان سردمدار این جریان شرک در طول 13 سال مکه و بعد از هجرت دشمنی سرسختانه ای رو رهبری میکرد علیه اسلام. اما شکست های پی در پی در بدر، احد، احزاب موجب کینه شدیدتر او و همراهانش علیه اسلام شد. البته بعد از فتح مکه ظاهراً تسلیم شدند، اما به بیان حضرت امیر سلام الله علیه اسلام اونها اسلام واقعی نبود، بلکه تسلیم اجباری همراه با پنهان کردن کفر بود که فرصت پیدا کردن و بعد از رحلت رسول خدا به سرعت بر شام مسلط شده و نهایتاً امپراتوری عظیم بنی امیه رو بنیان گذاشتن. گروه سوم منافقین هستند که این گروه خطرناک حلقه اتصال یهود دشمن اسلام و مشرکین بودند. از این افراد به عنوان حزب قریش در تاریخ یاد میشه. قرآن کریم به صراحت از خطر این جریان سازمان یافته که ظاهر مسلمان و باطنی کفرآمیز داشتن هشدار داده. این مثلث شوم هسته اصلی جریان انحرافی دوم رو تشکیل میده که به یاری آفریدگار مهربانمون در قسمت‌های بعدی به ویژگی‌های عملکردی این جریان انحرافی خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.